امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نتیجه گیری از فعالیت راهبران وزارت و اداره‌ها، ساختارهای دولتی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در محل در هیئت راهبری یکچند مقامات دولتی تغییرات کادری به عمل برآوردند. رئیسان شهرهای حصار، وحدت، راغون، کمیته رشد محل، دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دولتی از حساب کادرهای صاحب تجربه و کاردان تعیین گردیدند. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تبرزاده جمشید از وظیفه دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد و به وظیفه معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید. قربانزاده امیرخان که تا امروز در وظیفه معاون یکم رئیس شهر دوشنبه فعالیت داشت و وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان تعیین شد. همچنین در هیئت راهبری کننده شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک و کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی رئیس و معاونان از حساب متخصصان ورزیده تعیین گردیدند. ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از کمبودی و نارسایی‌های جای داشته در فعالیت هر یک مقام ذکر گردیده با تحلیل‌های مشخص مثال آورده تاکید نمودند که کمبودی‌های جای داشته در مهلت‌های کوتاه‌ترین برطرف کرده شوند و از نتیجهش به حکومت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نمایند. ضمن ملاقات با کادرهای به وظیفه‌های راهبری کننده خدمت دولتی تعیین گردیده، راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که با کار با حس بلند مسئولیت راهبری مناسبت نمایند و برای حل مشکلات و مانع پیشرفته ساحه‌های وابسته گردیده منفعت‌های دولت و ملت را از دیگر منفعت‌ها بالاتر گذاشته با دست و دل پاک و قابلیت خوب تشکیلاتچی به نفع مردم خدمت نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای آمادگی به تجلیل سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأمین عملی روند صنعتی کنانی با سرعت کشور، حل سریوقتی عرض و شکایت مردم، تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، افزون نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بیشتر نمودن حجم صادرات به خارج کشور، تقویت فعالیت مؤسسه‌های معارف، تندرستی و فرهنگ، با وسعت کارهای ساختمانی و نوسازی در انشاءات انرژتیکی مملکت، پیشگیری از تلفات تکنیکی و تجارتی نیروی برق، استفاده مقصدناک مبلغ‌های جدا شده برای ساختمان و نوسازی انشاءات انرژتیکی و اجرای با صفت کارهای ساختمانی در آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. اکنون توجه شما را بینندگان گرامی به فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت مملکت جلب می‌نماییم. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان آزاد نمودن یعقوب زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم یعقوب زاده میرحیات میرعابد از وظیفه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 27 ژانویه سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا آزاد نمودن غیرتشاه مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم غیرتشاه صاحب نظر قناعتشاه با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا و همزمان از وظیفه سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری پولشا آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 27 ژانویه سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن زیایی مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم زیایی خورشید مخشول
با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن قاسم راهبر. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم قاسم راهبر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس شهر وحدت آزاد نمودن امیرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم امیرزاده رحمان علی امیر با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه رئیس شهر وحدت آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس شهر لاغون آزاد نمودن سلیمانزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سلیمانزاده مظفر از وظیفه رئیس شهر لاغون آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس شهر حصار آزاد نمودن جمعه‌زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جمعه‌زاده شریف جان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شهر حصار آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ژانویه سال 2022. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 2022 درباره از وظیفه رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد نمودن اسماعیل زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند اسماعیل زاده میرزا ابراهیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 2022 درباره از وظیفه معاون یکم رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد نمودن اساس‌زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند اساس‌زاده مهدومر شمس‌الله با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 2022 درباره از وظیفه معاون رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد نمودن خالقزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند خالقزاده موجوده با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 2022 درباره از وظیفه معاون رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد نمودن غلامزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند غلامزاده محمد قربان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ژانویه سال 2022 درباره از وظیفه دیرکتوری گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد نمودن تبرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند تبرزاده جمشید افضل با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتوری گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 درباره از وظیفه معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد نمودن رحیمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند رحیمزاده سیفالدین اسمان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 ستارزاده جمشید با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتوری مرکز اداره لایحه رشد اینفراستراکچور محلی کمونالی در جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا تعیین نمودن ستاروف. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم ستاروف امامالدین میرزایویچ سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری فدراتیوی گرمانیا تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره نماینده کامل حقوق جمهوری تاجیکستان در کمیسیا عاید به مسائل اقتصادی نزد شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل تعیین نمودن گل محمدزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه گل محمدزاده دولتشاه قربانعلی همزمان نماینده کامل حقوق جمهوری تاجیکستان در کمیسیا عاید به مسائل اقتصادی نزد شورای اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره دیرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عثمانزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عثمانزاده خیرالدین عثمان دیرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جمعه‌زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جمعه‌زاده شریف جان رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر وحدت تعیین نمودن اسماعیل زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم اسماعیل زاده میرزا ابراهیم اجرا کننده وظیفه رئیس شهر وحدت تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر راغون تعیین نمودن سعیدزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سعیدزاده صنعت‌الله اجرا کننده وظیفه رئیس شهر راغون تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس شهر حصار تعیین نمودن قاسم. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم قاسم راهبر اجرا کننده وظیفه رئیس شهر حصار تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 درباره رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک تعیین نمودن اساس‌زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند اساس‌زاده محمد عمر شمس‌الله
رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 درباره معاون رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک تعیین نمودن قربانزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند قربانزاده عبدالله عبدالرحیم معاون رئیس شرکت سهامی خالدینگی کشاده برق تاجیک تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 درباره دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین نمودن دولتزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند دولتزاده عثمان گل دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 درباره معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین نمودن غفارزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند غفارزاده جورخان محمد معاون یکم دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 27 ینوری سال 2022 درباره معاون دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین نمودن جبارزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند جبارزاده خورشید بوری معاون دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سعیدزاده صنعتالله با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار ریاست خواجگی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 27 ینوری سال 2022.